الرحمن علی العرش استوى. الله متعال بر روی عرش است. الرحمن علی العرش استوى. این رحمان بالای عرش استوا نمود. الرحمن علی العرش استوى. الله متعال بالای عرش برابر است. قرآن بیان کرده. یگانه عقیده قرآن و سنت میگه که الله همیشه بلند است و بلند باقی میماند. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اگر بر بسیاری از مسلمانان این سوال را بدهی، آنها جواب نادرستی را خواهند داد که خلاف آیات‌های قرآن و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و آنها میگویند که الله در هر جا وجود دارد و منظورشان این است که الله واقعا در همه جا است و شرح برای این جوابشان نمیارند. میگویند الله همین جا ذاتاً با ما است و چنین و چنان، لیکن این جواب خطا است. در قرآن 7 آیت هست. 7 آیت. 7 آیتی که بر ما بیان میکنند که الله در کجاست. همه این آیت ها بیان میکنند که الله سبحانه و تعالی بالای عرش است. و در قرآن میفرماید الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله متعال پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین و هر آنچه در بین آنهاست را آفرید و سپس بر عرش خود قرار گرفت. و طریقه دیگری که به واسطه آن میدانیم که الله متعال بالای عرش است، این استفاده لفظ عربی الفوقیه می باشد. آیات و حدیث بیشمار بیانگری آنند که الله متعال در فوق یعنی بالا است. آیت الله متعال در مورد خود می‌فرماید الله قاهر است. شما بنده قاهر هستید، من بنده قاهر هستم. یکی از نامهایش القاهر است، کسی که مقتدر یعنی قدرتمند است، اوست حکمران. الله متعال می‌فرماید که قاهر است و در فوق مخلوقاتش است و در بالای بندگانش است. علاوه بر این یک چند آیات و احادیث هستند. آیات قرآنی که کلمه صعود استفاده می شود. بالا رفتن بعضی چیزها به سوی الله، عمل من، کردار من، دعای من، فرشته ها، جبرائیل همه به سوی الله صعود می کنند. همه این آیات هایی که می گویند یادآوری می کنند و تمام این آیات ها حکایتی از بالا پایان آمدن بعضی چیزها را می کنند. آنها نشان می دهند که الله متعال در بالا است. عیسی علیه السلام پایان خواهد آمد. الله در قرآن می‌فرماید ما این را در شب قدر نازل کردیم. اگرچه الله سبحانه و تعالی در بالای 7 آسمان بر عرش چنانه که شایسته اوست قرار دارد، اما با این حال هم او با ماست. الله در قرآن می‌فرماید او تعالی با شماست هر کجایی که نباشید، اگر در آسمان در حال پرواز باشید یا در چقوری بحر در سفر باشید، اگر خواب باشید و یا بیدار او با شماست، اگر در داخل غار هم باشید او با شماست. الله با صبر کنندگان است، الله با پرهیزکاران است، الله با هر کس است. اما چگونه با مردم است؟ الله تعالی بر صفت بیناییش با مردم است، از جایی که قرار دارد ناظر و بیننده همه چیز است. الله سبحانه و تعالی بر صفت شنواییش با مردم است. الله تعالی با علم مطلقی که دارد با مردم است و همه را اداره دارد. اگر از من بپرسید چیزی را میگویم که شما نیز باید بگویید. من در راهی هستم که اهل حدیث هستند، راهی که به واسطه صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم سر می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دختر خردسال پرسید که الله در کجاست؟ دختر خردسال در جواب گفت در بالای آسمان ها. او از فلسفه چیزی نمیدونست، جواب و بیانش فلسفه نداشت. دوباره پرسید من کی هستم؟ دختر گفت شما فرستاده الله سبحانه و تعالی هستید. او به آن مرد فرمود که آزادش کن، که او همان یک مؤمن است. کسی که این را بداند و بفهمد این جزء عقیده کسی است که ایمان سالم دارد. نقطه دیگر،
وقتی در سجده هستید و میگویید سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، سرتون رو به زمین گذاشتید و میگویید ستایش از آن پروردگار بلند مرتبه است. این از اثبات و دلیل است که فرزندان آدم را عاجز ساخته سرش را به زمین گذاشت تا بندگی خویش را نسبت به پروردگارش ثابت سازد. الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران مسلمان سوال کردند که بابای ایشان درباره مسئله ای که خیلی در بین مردم آوازه های زیاد و خیلی اختلافات زیاد دارد که در اکثر معرکه ها ملاها را سوال میکنند که آیا خدا در کجاست. در همین مسئله برای ما شما روشنی اندازید. برادران ارجمند، الله سبحانه و تعالی در سوره نیسا در آیات 59 میفرماید که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. الله سبحانه و تعالی میگوید که اگر شما در کدام مسئله که اختلاف دارید، در بین یکدیگر اختلاف کردید، شما رجوع به سوی عالمی بکنید که از قرآن و سنت با خبر است. خب از جواب شما را از قرآن و سنت جواب میگوید. خب و شما قبول کنید اگر ایمان دارید به الله و روز آخرت، این بسیار کار خیر است و کار جنجال نیست. برای این سبب الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب میگوید که و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. الله سبحانه و تعالی میگه که هیچ مسلمان مرد و زن حق ندارد که وقتی که الله رسولش امر کند از امر الله رسول یعنی سرکشی کند. برای این سبب این آیت ها دلالت میکند که باید ما و شما حکم الله رسول قبول سازیم. الله سبحانه و تعالی در سوره نیسا در آیت 65 میگوید که فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. الله سبحانه و تعالی قسم یاد کرده است، میگوید که تا اگر مسلمانان حکم پیغمبری مرا به خوبی قبول نکنند، ایمانشان را قبول کرده نمیتوانند. از همین لحاظ الله سبحانه و تعالی باز در سوره نیسا میگه در آیات 115 و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساعت مصیرا. هر کسی با رسول خدا اختلاف میکند یعنی حکمش را قبول نمیکنه، الله میگه که در جهنم میاندازند. یعنی آیت در این باره زیاد است. خب در جواب یعنی در جواب مسئله میاییم و برای هر یک فرد مسلمان معلوم است که اگر کسی که از قرآن و یعنی از احادیث با خبر باشد، در این مسئله در باره علوی الله سبحانه و تعالی، در باره بلند بودن ذات الله سبحانه و تعالی بر بالای خلقش، یعنی الحمدلله العالمین رجوع به سوی کتاب الله کند، سنت پیغمبر علیه السلام بکند، معلوم میشد که کتاب و سنت دلالت آشکارا دارد به همه، به طریق دلالت آشکارا که الله سبحانه و تعالی بسیار بلند است، از همه مخلوقاتش بلند است و ذاتش از همه مخلوقاتش فوق است، یعنی بالا است. یعنی برای این سبب یعنی الله سبحانه و تعالی در آسمان بودنش چی میگه؟ مراد از آسمان در هر آیت در حدیثی که آمده باشه الله در آسمان است، یعنی الله در بلندی است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. الله سبحانه و تعالی میگه که آیا شما ایمان هستید از ذاتی که در آسمان است، این که بر بالای شما سنگ بارش کند. خب برای این سبب الله در این آیه چی میگه؟ ام امنتم من فی السماء، یا که سبحان الله سبح اسم ربک الاعلی، یا که چرا در سجده سبحان ربی الاعلی میگن؟ برای این سبب خب در یعنی آیت دلالت میکند همین را. و در باره یعنی ربنا الله الذي في السماء، یعنی حدیث است ابو داود روایت کرده است و پیغمبر علیه السلام میگه که والذی نفسی بیده ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتاب علیه الا کان خب الذي في السماء خب
ساخطا علیه حتی یرضى عنها، رواه مسلم. یعنی در حدیث امام مسلم اومده است که اگر کدام مردی که زنش را به سوی جاگش دعوت بکنند، اگر که نگیرد گپ شوهرش، الله متعال از اسمان برای و چی میکنند؟ غضب میکنند. یعنی الله سبحانه و تعالی در بالای بالا، در باره که در بالا است، صراحتا میگوید که و هو القاهر فوق عباده. الله سبحانه و تعالی، یا که در سوره نحل الله سبحانه و تعالی میگه که یخافون ربهم من فوقهم. یعنی در حدیثی که پیغمبر علیه السلام در امام بخاری آورده است، ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی. حدیث امام بخاری روایت کرده است. یعنی پیغمبر علیه السلام میگه در حدیث قدسی همین است برادران ارجمند که اگر کسی سوال بکند که چی فرق دارد بین حدیث یعنی قرآن و حدیث قدسی، قرآن هم لفظا هم معنا از جانب الله سبحانه و تعالی است، حدیث قدسی معنا از جانب الله است و لفظا از جانب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میگه که وقتی که حکم کرد خلق را نوشت در نزد در بالای عرشش، فوق عرشش نوشت چی گفت؟ این رحمتی سبقت غضبی، یعنی حتما رحمت من سبقت کرده است غضب مرا. برای می سبب قومای عزیز الله سبحانه و تعالی در چند یعنی در 7 سوره قرآن میگوید که من از همه مخلوقات بالا هستم. الرحمن علی العرش استوى، یعنی در 7 سوره میگوید و در 100 آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید که من در آسمان هستم. حتی در مسند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که چند حدیث جمع کرده در اونجا، معاویه بن حکم پیغمبر علیه السلام وقتی که چهرهش را میزند با لفظ این الله گفته میپرسد. کسی که ذره از علم عربیت با خبر است، اینه برای ظرف مکان است. خب ای بس برای انسانی که ظرف مکان از ظرف زمان جدا کرده نتواند. بنابراین لحاظ من الحمدلله العالمین صدها آیه و صدها حدیث آورده میتونم که الله سبحانه و تعالی در بالا است. حتی معراج پیغمبر علیه السلام قصهش بخونید. حتی از این فروتر در شرح یعنی در شرح عقیده طحاوی ابوالعز حنفی از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای شما گوشزد میکنم و میخوانم که چی گفته است. میگه که ما روى شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری فی کتابه الفاروق، یعنی یکی از شاگردان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری در کتابش الفاروق، یعنی به سندش به سوی ابی موتی بلخی که از شاگردان حضرت می باشند چی گفتن؟ گفتن انه سأل ابا حنیفه رحمه الله عمن قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض. یعنی این شاگردی یعنی ابی موتی بلخی یعنی که از که شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری از استادش که ابی موتی بلخی یکی از شاگردان حضرت بودن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودن، که از استادش پرسیدن، از حضرت امام پرسیدن که حضرت یک کس میگوید که لا اعرف ربی فی السماء ام لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، یعنی من نمیدونم پروردگارم رو که در آسمان است یا در زمین است. فقال قد کفر. حضرت امام جواب گفت که این شخص کافر است. برای چی؟ لان الله تبارک و تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر بالای عرش قرار دارد. یعنی قرار بودنش برای هم معلوم است که بلا کیف. چخیلی که حضرت ام سلمه رضی الله عنها امام مالک هم حدیث روایت کرد که استواءه معلوم و الکیف مجهول. قرار گرفتن الله در بالای عرش معلوم است. الله سبحانه و تعالی در 7 سوره گفته است که الرحمن علی العرش استوى. برای همه معلوم است. ما بشر نمیدیم که الله در هر جا که آمد چی معنا دارد. کسی که ذره علمی صرف و نحو بداند معلوم است. یعنی و عرشه فوق 7 سماواته، یعنی عرش پروردگار ای 7 آسمان بالاتر است. با شاگرد حضرت امام میپرسد که گفتم استاد یک کس میگوید که خداوند بر بالای عرش هست
لکن نمیدونم. خب لا ادری العرش فی السماء ام فی الارض، عرش نمیدونم در آسمان در زمین است. حضرت در جواب گفتن که و کافرون، اینم کافر است. برای چی؟ لانه انکر انه فی السماء، زیرا که الله بود در عرش در آسمان بودن انکار کرده است. فمن انکر انه فی السماء فقط کفر، یعنی کسی که الله بودن، یعنی میگه که عرشش از 7 آسمان بالاست. هر کسی عرش بالا بودن نداند که انکار کنه، اینم کافر است. برای اینکه از یعنی جنت الفردوس خیلی که پیغمبر علیه السلام میگوید که شما وقتی که جنت الفردوس طلب، شما جنت طلب کنید، جنت الفردوس طلب کنید، برای که از همه بلندترین طبقه جنت الفردوس است. پتلا که جنت الفردوس یعنی چی است؟ یعنی عرش الهی است، از وی بالا الله است، از الله بالا چیزی نیست. علم الله در همه جاست. خود ذات الله از همه مخلوقاتش بالاتر است. و برای کسانی که میگن که خدا مکان ندارد، یعنی خدا در همه جاست، اینها عقیده کارل مارکس است، عقیده صوفیسم است، عقیده شیعیسم است، عقیده یهودی است که اینها چیکار میکنن؟ یعنی اینا حلولی هستند، اینا وحدت الوجود هستند، بین خالق و مخلوق جدا نمیکنن. میگن هر مخلوق دیدی وای الله است. برای خیلی که اینها میگن که شکر در چای میندازی میکوبی، یعنی فقط چای میتواد، میگن که اینا چی است؟ همین هر مخلوق دیدی اینا چی هستند؟ اینا حتی ما برای شما این مردمی زیبای مسلمان تاجیکستان میگم، ما حیرانم برای بعضی مولای تاجیکی. فرعون میدونست که خدای موسی در بالای، مولای تاجیک نمیدونه خدا در بالا بودنش. برای این سبب باید عیب و شرم است که سبحان الله حتی حیوان وقتی که الله را یاد میکنن فوقشون بالا میکنن. همین کسانی که میگن خدا مکان نداره، چرا دستاشون بالا میبردارن؟ چرا در سجده سبحان ربی الاعلی میگن؟ اینا باید نگوانی کاره. برای این سبب حتی یک مادری پیری که 100 ساله است اگر بگه بچه جان در حق ما دعا کن، میگه خدای تو رسن همین فرزند مرا حفظ کن. لیکن مولای تاجیک نمیدونن خداش در کجاست. برای این سبب جوانان عزیز، مادر و خواهران عزیز، یعنی پروردگار ما همیشه بالا بود، پیش خلق آسمان و پیش خلق آسمان و زمین در بالا بود و بعد آسمان و زمین هم خلق کردن همیشه در بالاست، از همه مخلوقاتش بالاست و همه مخلوقات در پایان الله است و الله همیشه بلند است. از زمین از هر کسی الله گفت خوشش بسیار بالا می رود. برای این سبب خواهش میکنم که عقیدتون را صحیح کنید و به گپی او دروغایی که میگن قبول نکنید. این عقیده همش باطل است. یگانه عقیده قرآن و سنت میگه که الله همیشه بلند است و بلند باقی میماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام امامان اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، تمام این بزرگواران عقیده داشتند که الله متعال بر روی عرش است. حتی در کتاب‌های فقهی و از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده که اگر از کسی پرسیدند که آیا الله روی عرش هست یا خیر، اگر جواب بدهد که من نمیدانم که الله روی عرش هست یا خیر، چون این انسانی کافر می شود. زیرا که در آیات متعددی در چندین مورد در قرآن کریم صراحتا الله متعال می‌فرماید که الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر روی عرش است. این تصریح قرآن هست و دلایل بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که الله متعال بر روی عرش و بر بالای آسمان ها هست و این عقیده تمام ائمه اربعه اهل سنت و جماعت هست و امام شافعی هم این عقیده را داشتند و شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و عموم اهل سنت و جماعت نیز همین عقیده را دارند، به استثنای یک تعدادی از متکلمین که صفات الله متعال را در واقع توجیه می کنند و تعویل می کنند که استوا را به معنی استولا می گیرند که اون هم یک محظوریت شرعی دارد و که از نظر لغوی و از نظر شرعی امکان ندارد که ما استوا را به معنی استولا در واقع ترجمه بکنیم. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قاعدهشون این است هر صفاتی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودشون بیان فرمودند دقیقاً اون صفت رو قبول دارند با همان کیفیتی که الله متعال میداند و از جانب خودشون هیچ کیفیتی رو برای صفات الله متعال در واقع بیان نکردند. این عقیده که الله متعال بر روی عرش هست و بر بالای آسمان ها هست عقیده تمام ائمه محدثین و ائمه فقهای اربعه اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هست و عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این مورد دقیقاً همان عقیده ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت است. قرآن خواندن الرحمن علی العرش استوى،
الله متعال بالای عرش برابر است. قرآن بیان کرده. یک صحابی سوال نکرده که یا رسول الله کیف استوا، چه قسم برابر شده؟ نه، قرآن همی که گفته و همی تسلیم شده. نگفته که نه استوا خو نشستن نمیگه، نشستن خو از جسم میشه و چیزی که جسم باشه او حادث است، او چیزی حادث محتاج است. الله خو محتاج نیست. از او خاطر خیر اینجا ما معنا را دیگر رقم میکنیم، معنای برابر شدن نمیکنیم. معنای چی را میکنیم؟ الله تسلط حاصل کرده، پیش تسلطش نبود که تو تسلط حاصل میکنی. حالی بری پیغمبر، بری الله متعال، چرا تاویل میکنی؟ پس حال این فرقه های عقدی که براتون نامایشان پیش گرفته بودم، خوارج، روافض، مرجعه و جهمیه و کرامیه و قدریه و جهمیه و یا پیدا شدن، زدن. یک بزرگ فرقه های اعتقادی پیدا شد، حتی در اهل سنت و الجماعه، اشعری و ماتوریدی. امروز دو طایفه خیلی مشهور ما در جهان داریم، این ماتوریدیستی ما اشعریست. اکثر مردم افغانستان، پاکستان و هندوستان ماتوریدیست. ابو منصور ماتوریدی در قرن چهارم در اون جامعه در دنبال از او روان است. عقیده که صحابه داشت، تابعین داشت، تابعین داشت، پشت از او نمیگرده. امروز بره برادرای احنافی ما را بگو شما با کدام عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله هستی؟ و میگه ما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله فروعان هستیم، در احکام هستیم، در عقیده نیستیم. خیر در عقیده کیستی؟ ماتوریدیستیم. امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده را نمیفهمید چی؟ او سلف نبود، او پیشوا نبود، او زمانش به رسول الله صلی الله علیه و نزدیک نبود که تو امروز عقیده از او اعلام میکنی دیگه طرف. چرا؟ به خاطر که عقیده از او بود که الله سر عرش است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی که قائل باشه که الله سر عرش نیست کافر است. اما تو میگی که توری عقیده را باید ما نداشته باشیم، تاویل در صفات الله متعال بکنیم. ما خب دین میفهمیدیم یا صحابه یا تابعین یا تبع تابعین. فهم سلف امیر میگه امو مفهوم که برای اینمی آیت دمو زمان بود، امروز هم باید امو مفهوم باشه، امی مقصد باشه، تغییر و تبدیل دش نبیه. الرحمن علی العرش استوا. اینال رحمان بالای عرش استوا نمود. اینال کیفیتش چطور است؟ نمیفهمیم. کیفیتش نمیفهمیم. چه قسم استوا کرد؟ نمیفهمیم. خیلی چی بگوییم در جوابش؟ کما یلیق بجلاله و عظمته. اونمو قسم استوا کرد که به جلال و عظمت خالق شایسته است. نه تشبیه با مخلوق میکنیم. عقیده که است، نصف عقیده علم است، نصف عقیده ادب است. در افغانستان بسیاری کسایی که در عقیده مشکل دارن چی دارن؟ دو مشکل دارن، نصفش عقیده رو نمیفهمن و نصفش بی‌ادب هستن. از این خاطر چون عقیده رو نمیفهم از پیشش بی‌ادبی میشه. پس ما الرحمن و علی العرش استوا چی میگیم؟ رحمان بالای عرش استوا نمود. خلاص از کیفیتش سوال نمی کنیم. چرا؟ ما عقیده خواندیم میفهمیم که مربوط به غیب میشه و ما در دایره حس و عقل قید هستیم، غیب شناسی نداریم. پس مسائل غیب قرآن عظیمشان بر ما بیان کرده، به مو اندازه که قرآن بیان کرده اونم قدر ما قبول داریم. فراتر از او دو فلسفه نمیگیم، از چگونگیش پرسان نمیکنیم. پس تو که عقیده را علمش یاد داری باید نیم سخنای چی باشه؟ نمیفهمم. در غیبیات چی باید بگویم؟ میفهمم یا نمیفهمم؟ نمیفهمم علم است یا جهل؟ در اینجا علم است. صحیح نه؟ الف لام میم حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. عالما میگه نمیفهمم، جاهلا میگه الف الله، لام جبریل، میم محمد. میگه نمیگه. پس اینال نصف علم نمیفهمم است. و کسی که در جاهایی که نمیفهمم میگه میفهمم، او جاهل است، عالم نیست. چرا؟ از دایره خود برآمد یا نبرآمد؟ ما تو دو چوکات داریم نه؟ یک چوکات حس است، دیگه چوکات چی است؟ عقل است. سوم چوکات چی است؟ غیب است. غیب چقدر به او عقیده میکنیم؟ به ما اندازه که قرآن و سنت بر ما تشریح کرده. اضافه تر از او تسلیم هستیم. از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد درباره آیت شریف که ثم استوى علی العرش،
گفتن یا امام کیف استوا، استوا چطور است؟ امام مالک صاحب چی گفت؟ گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه. مالکی است. عقیده امام ابو حنیفه صاحب و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و اینی علما که از اهل سنت عقیدهشون کلش یکی است. پس در مسائل فقهی، فروعات فقهی اختلاف و اجتهادات کردن. پیش شما رتبه کلشان یک چیز است، علمای بزرگ هستند. پس از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد که یا امام ثم استوى على العرش، گفت استوا چه قسم است؟ امام صاحب فوراً برشون گفت که الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، آیات قرآن است، پس استوا معلوم شد. والکیف مجهول، کیفیت چه ما نمیفهمیم، برای ما مجهول است چون مربوط به غیب میشه. والایمان به واجب، ایمان به واجب است، به خاطر که در قرآن آمده مجبور است ایمان داشته باشی. والسؤال عنه، و سوال کردن از کیفیت ازی چی است؟ بدعت است، ناروا هست. این علما، صحابه کرام، تابعین کرام این بیادبی رو نمیکردن.